روزه تطوع یعنی روزه های نافله هست، ما نفل میگوییم که پیامبر آن را روز پنجشنبه و روز دوشنبه یا بعضی وقتها 13 14 15 می گرفتن. و این چونین درباره روزه نظری آمده است، یعنی هر کسی که میگوید من اگر همین کارم حل شد 2 روز روزه میگیرم، یا اگر من صاحب فرزند شدم 1 ماه روزه میگیرم، که پیامبر این رو چی میگویند؟ وقتی که نظر کردید به نظرتان وفا کنید، حتما باید آن روزهتان رو بگیرید. و روزه هست که قضای تطوع هست. این در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. خواهران عزیز که شما گفتید من روز پنجشنبه روزه میدارم، روز پنجشنبه یکی مهمان اومد و برای او رو خاطرش را نشکستن روزتان رو خوردید، در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه آن روزتان واجب است که از نو گیرید.